بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان عزیز و روزه‌داران خوب. از الله پاک میخوایم که روزه ما و شما را قبول کنه. امروز داستان شیخ عبدالحی رو براتون میگم. شیخ عبدالحی که خداوند رحمتش کنه یک بار داستانی بر من تعریف کرد که این در ارتش پاکستان کار میکرد، البته در بخش شخصیش. یکی نظامی داریم، یکی به اصطلاح لشکری و کشوری به اصطلاح ما. در بخش کشوریش کار میکرد. این میگه که 55 سال پیش، وقتی اینو تعریف میکنه 80 سال است و بعد چند سال بعدش وفات یافت. میگه که ما سرباز بودیم یا تو سربازخونه بودیم. تابستون میگه خیلی گرم بود، مثل امسال، مثل همون سالی که داره این داستان تعریف میکنه. میگه همه روزه رو خورده بودن غیر از من. میگه همه خورده بودن غیر از من. باز این نتیجه گرفته بود که ببین اون آدما رفتن، زندگی تموم شد، هر کی یه طرف رفت، مردن، ولکن میگه اجرش برای من موند. همین دعایی است که ما در وقت افطار میخونیم. ذهب الظما، تشنگی رفت، و ابتلت العروق میگه سیراب شد رگها، و ثبت الاجر ان شاء الله، و اجر ثابت شد. ما در افطار اینو میخونیم دیگه. تشنگی رفت، رگها پر شد و اجر ثابت شد. یعنی تشنگی که ما در روز امروز کشیدیم تموم شد دیگه. روز تموم شد، تشنگی هم باش رفت و آخرم به سیرابی رسیدیم، تشنگی برطرف شد، ولیکن اجرش مونده. عبدالحی این رو میگفت. میگفت آدم باید عمل خیر کنه تا اجر بمونه. ایشون خودش این کار رو میکرد. یه روزی مجلسی نشسته بودیم، صحبت از ایشون شد. یکی از ما گفت، دوستی از ما گفت، احسان، گفت که سبحان الله، هیچ مجلسی، از شهر دیگه اومده بود، گفت در هیچ مجلسی ذکر این انسان نمیشه مگر ازش تعریف میکنن. و حقا مردی بود که اینم الان نگفته بود که از خودش تعریف کنه، میخواست بگه یعنی سختی رو باید آدم بکشه در زندگی. و حقیقا مردی بود که مرد تعریف بود. یعنی من راستش بخوام اینجوری آدم کم دیدم. تعریف برای چی ازش میکردن؟ به خاطر اینکه تا اونجایی که میتونست مردم خدمت میکرد. دوستی تعریف میکنه از همین دوستان، یکی از کاراش این بود که سعی میکرد که مثال اگه کسی بی زنه برای زن پیدا کنه، اگه کسی بی شوهره برای شوهر پیدا کنه. این یکی از کارایش بود. حتی وقتی که وفات یافت داستان خنده‌داری داره. 3 نفر اومده بودن از یک شهر دور با گردن کج. وقتی که تموم شد برادراش گفتن که فلانی ما رو دیگه، حالا خجالت هم میکشن، از شهر دیگه هم اومده بودن. میگه شیخ عبدالله به ما گفته بود، وعده داده بود که 3 تا دختر است من برای شما میدم. یعنی بعد از مردنش هم برادراش به وصیتش عمل کردن. 3 تا از برادرزاده‌های خودش رو یا خواهرزاده‌های خودش رو انتخاب کرده بود برای اونا، به وصیتش عمل کردن. هر 3 تا رو صاحب زن کردن. با شرایطش هم همیشه آسون بود، یعنی نمیذاشت. یعنی دیگه آدم میگم که عجیبی بود. یکی دیگه تعریف میکنه، میگه که رفتم خواستگاری یکی از آشنایاش، بهش گفتم که شیخ واسطه شو که این رو برای من بدن. میگه تا که من اینو گفتم، گفت خدا تو رو میگه برای من آورده. من میگه مثل آدم مثل تو پشت دنبال آدم مثل تو میگردم. یعنی اخلاقی داشت که خدمت میکرد. کسی دیگه تعریف میکنه، اینا هم میگم تو مجالس تعریف ازش میکنه. میگه همین شیخ میگه برای ما یک واسطه شد، یکی رو گرفتیم و این زن میگه با ما ناسازگاری کرد. حالا ما میگه خجالت هم میکشیم. شیخ هم میگه برای ما تقریبا ضامن شده و میگه تقصیر منم نیست از نظر خودم. زن میگه سنش به من کمتر بود و من باش مدارا میکردم، اما میگه ناسازگاری زیاد بود. بعضی میگه شیطونه میکردن دیگه. همه جا میگه آدمای خوب بد است. میگه که این خبر من به شیخ نگفتم، یکی میگه بهش رسوند که از شیطونا، میگه یکی به اون رسوند. میگه ایشون یه روزی من رفتم خونه، دیدم اصلا زنم از زمین تا آسمون فرق کرده.
خدایا چی شده؟ دیگه یکم نپرسیدم دیگه، من میگه دیدم که خودش خوب شده، منم اخلاقم خوب کردم، خوب که میگه به نظر خودم بودم، خنده کردم باهاش و اینا. باز نپرسیدم که چرا یه دفعه این تغییر کرده. خودش میگه تو حرفاش گفت که امروز میگه شیخ عبدالله اومده بود، میگه خیلی از تو تعریف کرد. نگو که اون شنیده اینا دعوا دارن، نیومده بهش بگه که چرا دعوا داری. اومده پیش اون میگه چای برام بیار، چایی که آورده اصلا برای هدفی اومده بوده. بهش گفتی که صحبت از شوهرش پیش کشیده که شوهر میگه خیلی آدم خوبیه، من 20 سال میشناسمش، نمیدونم این جوریه اون جوریه. از بس که تعریف کرده دیگه اون زن خوش اومده. گفت والا مثل که من اشتباه میکنم، اصلا نگفته که به اصطلاح چرا دعوا دارید، اصلا به روی خودش هم نیورده. منظورم یعنی انسانی بود عجیب. خب این حرفش برمیگردیم به حرف اولش که انسان عمر میگذره. حالا این عبدالحی هم مرد رفت، خدا رحمتش کنه. حتما شما هم خواهید گفت که خدا رحمتش کنه. اگه خوب نبود که امشب در این وقت مبارک که منم از ذکر ازش خیری ازش نمیکردم. عملش موند پیش ما. حالا ما یاد ما میره ولی پیش خداوند که یادش نمیره. تمام این کارهایی که کرده به گفته خودش میگه ببین 55 سال پیش که روزه گرفتیم، روزه تمام شد، ما عملش برای من موند. و این رو من میخواستم بگم که انسان سعی کنه اعمال خوب کنه. اگر اعمال خوب نکنه، و اعمال خوب فقط نماز اینا نیست، البته نماز همیشه تو مسجد میخوند، اما عمل خوب همین کاری است که ایشون میکرد، خدمت به مردم میکرد. این من یادم میاد که بعد از مردنش یکی اومده بود روزای عید قربان بود خونه برادراش، پرسید که شیخ عبدالحی کجاست؟ گفتش که مرد، خدا رحمتش کنه. گفت والا من یک سال اینجا میگشتم، ایشون میگه من دید، خب ظاهرش هم خوب نبود. گفت برای گوسفند قربانی داری؟ میگه نه. گفتم ندارم. میگه یک گوسفند درسته من داد که ببر اینو برای خانواده خودت قربانی کن. و اون به طمع همون دوباره سال دیگه هم اومده بود. منظور من این است که 80 چند سال زندگی خود رو در خدمت گذراند، تا اونجایی که ما دیدیم دیگه، تا اونجایی که ما دیدیم. و دقیقا به این آیه عمل کرد، واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز و صبر کمک بگیرید تا وقت مردن. خداوند رحمتش کنه. خب حالا اگر آدم کار خیر نکنه، صحبت ما این است که از گذر عمر استفاده کنیم. آیا میتونه بابا من میگه نمیخوام کار خیر کنم، اگر کار خیر نکنی کار شر خواهی کرد. حتی به جایی میرسه، شما این فیلم رو اگه اتاق فرمان بتونه نشونتون بده، به جایی میرسه که شما بچه خود میکشی، شیطان ولت نمیکنه. نگاه کن دیگه، وقتی کار خوب نکنی کار بد خواهی کرد. اول میری مثال سیگار میکشی، باز میری نمیدونم چیزی بدتر میکشی، باز میری همین موادایی که مثل این آدم بچه خود کشته میکشه، باز بچه 3 ساله خود اونقدر شلاق زده تا مرده. پس انسان نمیتونه بگه آقا من کار خوب نمیکنم، کار بدم نمیکنم، امکانش نیست. شیطان ولت نمیکنه. پس اگر هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم مثل صالحین بشیم، اونا مثل ما شروع کردن. همین عبدالحی به من گفته بودن که وقتی داشته تو جوانیش یه سینمای ازش نمونده بود، بس خدا بهش توفیق داد. چجوری خود کشید؟ با ذکر. اگه هیچ کاری نمیتونید بکنید، از ذکر و دعا شروع کنید. از ذکر و دعا شروع کنید، قدم به قدم انشالله که الله به شما توفیق خواهد داد. دیگه میتونید از اعمال نیک میتونید صله رحمی کنید به نیت این که خداوند جل جلاله به شما پاداش بده. اعمال نیک زیاد، حالا من لیست کدومش براتون بگم، یکی دوتا نیست، ولیکن هر عملی که به این نیت انجام بدید که الله جل جلاله رو خوشحال کنید. حتی آشپزی که تو خونه میکنه خانم، که مثلا من آشپزی میپزم تا این روزه‌دارا مثلا غذا بخورن، این عمل نیک حساب میشه. عمل نیک فقط این نیست که تو خم راست بشی و نماز بخونی، اونها تمرین است برای عملهای نیک بزرگتر. و این هست کل برنامه‌ای که می‌خواستم امروز خدمت شما بگم. الله به من شما توفیق بده. از الله می‌خوام که به ما توفیق عمل صالح بده، به ما حسنه بده در دنیا و آخرت. و میگیم که اللهم ربنا، ای خدایی که پروردگار ما هستی، آتنا فی الدنیا حسنه، در دنیا به ما حسنه بده،
ولی نه فقط دنیا حسنه رو به همه میده دنیا و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم به ما حسنه بده. چون دنیا 30-40 سال بعد تموم میشه، آخرت که میلیاردها ساله تمومی نداره. و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش حفظ کن. آمین یا رب العالمین. ما را هم در دعاهای خیر خود یاد کنید. الله حافظ شما.